کتاب 11 دقیقه، اثر پائولو کوئلو، ترجمه آرش حجازی. آهی مریم مقدس، ما را که به تو توسل جسته ایم دعا کن. آمین. پیشگفتار. در روز 29 ماه می سال 2003 ساعاتی پیش از اینکه نقطه پایانی بر متن این کتاب بگذارم، برای پر کردن چند پارچ از آب معجزه‌آسای چشمه مقدس به غار لوردز در فرانسه رفتم. مردی تقریباً 60 ساله پیش از ورود به غار و در محوطه کلیسا به من گفت: شما خیلی به پائولو کوئلو شباهت دارید. گفتم که خودم هستم. مرا در آغوش گرفت و به همسر و نوه‌اش معرفی کرد. آنگاه به تأثیر شگرفی که کتاب‌های من در زندگی او گذاشته بود اشاره کرد و اظهار داشت: خواندن این کتاب‌ها مرا در رویا مستغرق می‌کند. این جمله را پیش از آن بارها شنیده بودم و هر بار از اینکه چنین تأثیری بر دیگران می‌گذارم خوشحال می‌شدم. ولی در آن لحظه خاص وحشت کردم، چون ناگهان متوجه شدم 11 دقیقه در مورد موضوعی حساس، جبری و اختلاف برانگیز در حال گفتگو بودم. بر سر چشمه رفتم، پارچ‌ها را پر کردم و بازگشتم. باز هم پیرمرد را دیدم. پرسیدم در کجا زندگی می کند و شنیدم در شمال فرانسه، نزدیک مرز بلژیک. نام او را یادداشت کردم. آقای موریس گراولینس، این کتاب را به تو هدیه می کنم. در برابر تو، همسرت، نوه‌ات و خودم احساس وظیفه می کنم. خود را مسئول می دانم در مورد موضوعی اظهار نظر کنم که مرا نگران می کند. نه آنچه که همه شما دوست دارید اظهار شود. بعضی از کتاب‌ها موجب می شوند که در رویا مستغرق شویم و برخی واقعیات را در نظر ما می آورند. ولی هیچ کتابی را پیدا نمی کنید که شامل مهمترین موضوع برای نویسنده آن نباشد: شرافت و احساس مسئولیت در قبال آنچه می نویسد. چون من نخستین و آخرینم، تکریم و تحقیر شده، بدنام و مقدس، ازاله شده و باکره، مادر و فرزند. من بازوان مادرم هستم، عقیم و دارای فرزند، ازدواج کرده و مجرد، کسی که به دنیا آورد و هرگز تولید مثل نکرد، تسکین دهنده درد زایمان، زوجه و زوج. مرد من خالق من بود. من مادر پدرم هستم، خواهر شوهرم. او فرزند مطرود من است. همیشه حرمت مرا نگه دارید، چون رسوا و محترم هستم. سرودی مذهبی کلیسایی متعلق به قرن 3 یا 4 منسوب به ناگ آمادی. و ناگهان زن گناهکار شهر حاضر شد. زنی که می‌دانست مسیح در خانه مرد خوشنام در حال غذا خوردن است. بطری مرمرین محتوی معجون را برداشت، پشت سر او ایستاد. کنار پاهایش نشست، پاهایش را با اشک چشمانش شستشو داد، پاهایش را با موهای سرش خشک کرد، پاهایش را بوسید، پاهایش را با معجون تقدیس کرد. مرد خوشنام که او را دعوت کرده بود با مشاهده آن منظره اندیشید: اگر این مرد پیامبر باشد حتما می‌داند زنی که او را لمس می‌کند کیست. او زنی گناهکار است. مسیح شروع به حرف زدن کرد. شمعون، می‌خواهم چیزی به تو بگویم. مرد خوشنام گفت: بگو ای استاد. شخصی که به دیگران پول قرض می‌داد 2 بدهکار داشت. یکی از آنها 500 دینار و دیگری 50 دینار به او بدهکار بودند. چون هیچ یک از این 2 نفر برای بازپرداخت بدهی پولی نداشت، آن شخص طلب خود را بخشید. خب، تصور می‌کنی کدام یک از آن 2 مرد بیشتر از دیگری شخص طلبکار و در عین حال بخشنده را دوست داشته باشد؟ شمعون پاسخ داد:
تصور میکنم کسی که بدهی بیشتری داشته. مسیح گفت پاسخ درستی دادی. آنگاه اشاره‌ای به زن کرد و ادامه داد. این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم ولی آب برای شستشوی پاهایم نیاوردی. در حالی که او پاهای مرا با اشکهایش شست و با موهایش خشک کرد. تو ورود مرا تبریک به حساب نیاوردی ولی او از لحظه ورود به بوسیدن پاهای من پرداخته. تو روی سرم آب مقدس نریختی ولی او مرا با آن معجون تقدیس کرد. به همین دلیل باید به تو بگویم که بیشتر گناهان او بخشیده می شود زیرا بیشتر عشق ورزید. ولی کسی که کمتر عشق بورزد کمتر گناهانش بخشیده می شود. کتاب مقدس لوکاس 7 و 37 تا 40. 11 دقیقه فصل اول. روزی بود و روزگاری و زنی بدنام به نام ماریا. اوه توجه کنید. بهترین جمله به منظور شروع قصه گویی برای کودکان روزی بود و روزگاری است. در حالی که بدنام واژه خاص دنیای بزرگسالان به شمار می رود. چگونه می توانم کتابی را با تناقضی چنین آشکار به رشته تحریر درآورم؟ در عین حال به راحتی می توان تناقضات را در زندگی روزمره مشاهده کرد. در هر لحظه پایی در داستان‌های پریان داریم و پای دیگری در پرتگاه جهنم. بنابراین همین جمله را برای شروع برمی‌گزینم. روزی بود و روزگاری و زنی بدنام به نام ماریا. او نیز چونان سایر روسپی‌ها معصوم و باکره پای به دنیای هستی گذاشت و در نوجوانی مرد زندگی خود را در رویاهایش به تجسم درآورد. ثروتمند، خوش‌قیافه و باهوش. در رویاهایش تصاویر دیگری هم به چشم می‌خورد. ازدواج، پوشیدن لباس عروسی، 2 فرزند که در جوانی به شهرت برسند و خانه زیبا با چشماندازی از دریا. پدرش فروشنده دوره‌گرد و مادرش دوزنده بود. شهر زادگاهش در برزیل تنها 1 سینما، 1 کاباره و 1 بانک داشت. به همین دلیل ماریا در انتظار روزی به سر می برد که شاهزاده رویاهایش سوار بر اسب سفید سرزده از راهی دور برسد، قلبش را تسخیر کند و او را برای فتح دنیا به همراه ببرد. تا زمان ظهور شاهزاده کاری جز رویا پروری و خیال پردازی نداشت. نخستین بار در 11 سالگی عاشق شد. در همان زمانی که از خانه پیاده به دبستان می رفت و باز می گشت. در همان نخستین روز پیاده روی برای حضور در مدرسه متوجه شد که تنها نیست. همسفر دخترک پسرکی بود که در همسایگی آنها زندگی می کرد و مجبور بود همزمان با او از خانه بیرون بیاید تا به موقع به مدرسه برسد. هرگز حتی کلمه‌ای با هم حرف نزدند. ولی ماریا احساس می‌کرد بهترین لحظات زندگی او همان زمان کوتاه رفتن به مدرسه از مسیری پرگرد و خاک زیر پرتو سوزان خورشید و همراه با احساس گرسنگی و تشنگی است. پسرک تند راه می‌رفت و دخترک برای رسیدن به او می‌کوشید و خسته می‌شد. این ماجرا ماه‌های متوالی ادامه یافت. ماریا از درس خواندن متنفر بود. در خانه جز تماشای برنامه‌های تلویزیون سرگرمی دیگری نداشت. همواره آرزو می‌کرد لحظات اقامت در خانه و حتی مدرسه کوتاه‌تر شود. زودتر به پایان برسد و هرگز تعطیلات آخر هفته برنامه جذاب حرکت در مسیر خانه تا مدرسه را برهم نزند. برخلاف سایر دختران همکلاس او و حتی با سنین بالاتر، تعطیلات آخر هفته را کسل کننده و عذاب‌آور توصیف می‌کرد. اصولاً از نظر کودکان گذشت 1 ساعت معمولاً بسیار طولانی‌تر از طی همین مدت از نظر بزرگسالان است. به همین دلیل رنج فراوانی می‌برد و دچار اندوه می‌شد. روزها به نظرش بسیار طولانی می‌آمد.
زیرا تنها 10 دقیقه در روز همراه با عشق خود می‌گذراند و در عوض ساعات زیادی را به او می‌اندیشید. تصور می‌کرد اگر بتوانند با هم حرف بزنند خیلی عالی می‌شود. سرانجام این اتفاق رخ داد. یک روز صبح پسرک برای گرفتن مداد نزد او آمد. ماریا مداد نداشت. یا داشت و نداد. از اینکه برخورد آنها چنین غیرمنتظره انجام گرفت خشمگین بود. با عجله از او دور شد. وقتی ماریا دید پسرک به طرفش می آید، نخست از ترس بر جای خشک شد. از این می ترسید که پسرک متوجه عشق شدید او به خودش شود. چه انتظاری کشیده بود. همواره در رویا می‌دید که دست در دست یکدیگر از جلوی در مدرسه می‌گذرند و به سوی جاده‌ای می‌روند که شایع است در انتهای آن شهری بزرگ وجود دارد که در آن شخصیت‌های مهم و هنرمندان تلویزیون، اتومبیل‌ها و سینماهای فراوان را می‌توان دید و کارهای زیادی را می‌توان انجام داد. دخترک در مدرسه گیج بود. در عین حال احساس آرامش داشت. میدانست خواستن مداد بهانه‌ای برای باز کردن سر صحبت بوده، زیرا وقتی پسرک نزدیک میشد ماریا به وضوح خودکاری را که در جیب کت داشت میدید. چاره‌ای نداشت جز اینکه منتظر دفعه بعد بماند و آن شب و شب‌های دیگر را به دیدن رویاهایی بگذراند که احتمالاً پاسخ نیازهایش را خواهند داد. می‌خواست شیوهی مناسب برای شروع ماجرایی بیابد که هرگز به پایان نرسد. ولی دفعه بعد هرگز نیامد. هرچند با هم به مدرسه می‌رفتند و ماریا هر روز به عمد مدادی در دست می‌گرفت و جلوتر حرکت می‌کرد، ولی او دیگر با دخترک حرف نزد. ماریا تا پایان سال تحصیلی تنها در رویاهایش با او به سر می‌برد و این امر برایش عذاب‌آور بود. در صبح یکی از روزهای تمام نشدنی تعطیلات مدرسه ناگهان از خواب پرید و چون روی پاهایش مقداری خوندی ترسید. تصور میکرد به زودی خواهد مرد. به همین دلیل برخاست تا نامه‌ای برای پسرک بنویسد و او را از میزان عشق خود آگاه کند. آنگاه تصمیم گرفت به جنگل برود و خود را به دست یکی از 2 جانوری بسپارد که همه دهقانان از آنها می‌ترسیدند. انسان گرگ شده و قاطر بی سر. معتقد بود که چنین مردن پدر و مادرش را رنج نخواهد داد، چون همه فقرا منتظر حوادث ناگوار هستند و در نتیجه کمتر آزرده خاطر می شوند. شاید هم گمان کنند خانواده ثروتمند دخترشان را رو بوده و به فرزندی پذیرفتند. در نتیجه به امید بازگشت او در آینده خواهند ماند. بازگشتی سرشار از افتخار، شهرت و پول. دخترک نمیدانست آیا پس از مرگ نیز این عشق بزرگ را به خاطر خواهد آورد و از اینکه با پسرک حرف نزده است باز هم رنج خواهد برد یا نه. تردیدهایش از همان لحظه شروع شد. نتوانست نامه بنویسد چون مادرش ناگهان وارد اتاق شد و با مشاهده ملافه‌های سرخ شده لبخندی زد و گفت: اوه، دیگر تبدیل به زنی کامل شدی. ماریا می‌خواست رابطه بین خونها و تبدیل شدن به زن کامل را بداند. ولی مادر نمی‌توانست به درستی توضیحی در این باره بدهد. تنها به او اطمینان داد که این امری طبیعی است و کافی است تا 4 یا 5 روز مراقب خودش باشد. دخترک در مورد چنین رویدادی در مردان جوان هم جویا شد و خیلی زود دریافت که این پدیده تنها به زنان اختصاص دارد. ماریا سرانجام به این پدیده عادت کرد، ولی هرگز نتوانست به ندیدن پسرک عادت کند. همواره خود را به دلیل رفتار احمقانه و پاسخ ندادن به درخواست پسرک سرزنش می‌کرد. روزی پیش از شروع سال تحصیلی تازه به تنها کلیسای محل زندگی خود رفت. در برابر شمایل سنت آنتونیو ایستاد و سوگند یاد کرد به محض دیدن پسرک خود پیشگام شود و با او حرف بزند. روز بعد خود را به دقت آراست، لباسی را که مادرش برای مراسم خاص برایش دوخته بود پوشید و از در خارج شد. خدا را شکر می‌کرد که سرانجام تعطیلات به پایان رسیده.
خبری از پسرک نبود. 1 روز، 2 روز، 1 هفته پر اندوه سپری شد و سرانجام دوستانش به او اطلاع دادند که از آن شهر رفته است. خیلی از اینجا دور شده. در همان لحظات ماریا نخستین تجربه خود را در این مورد به دست آورد که خیلی چیزها می توانند برای همیشه از دست بروند. همچنین آموخت جایی در این دنیا وجود دارد که به آن دور می گویند. فهمید جهان پهناور و شهر او کوچک است و یاد گرفت که انسانهای محبوب و مورد علاقه سرانجام می روند. خودش نیز دوست داشت برود ولی هنوز خیلی کوچک بود. با این حال هرگاه به کوچه های خاکی شهر می نگریست مصمم می شد که روزی به دنبال پسرک برود. 9 هفته بعد در 1 روز جمعه که مراسمی مذهبی برگزار می شد با مریم باکره به درد دل پرداخت و از او خواست کاری کند که روزی بتواند از شهر خود خارج شود. در طول آن مدت بیهوده می‌کوشید اثری از پسرک بیابد و به همین دلیل زجر فراوانی برد. کسی نمی‌دانست خانواده پسرک به کجا رفتند. ماریا این امر را به حساب بزرگ بودن جهان می‌گذاشت و به تدریج به این باور می‌رسید که عشق احساسی خطرناک است. او مریم باکره را زنی مقدس به حساب می آورد که در آسمان‌ها زندگی می کند و چون از انسان‌ها دور است به خواسته های کودکان گوش فرا نمی دهد. 3 سال گذشت. ماریا موفق شد جغرافیا و ریاضیات را بیاموزد. سریال‌های داستانی تلویزیون را دنبال کرد و نخستین ماجراهای عشقی را در مجله‌ها خواند. شروع به نوشتن خاطرات روزانه خود در 1 دفتر کرد و در آن زندگی 1 نواخت خود را شرح داد و از اشتیاق به یادگیری مطالبی نام برد که در مدرسه تدریس می‌شد. اقیانوس، برف، مردان دستار بر سر، زنان تزیین شده با جواهر. از آنجا که هر انسانی آرزوهایی را در سر می‌پروراند، ماریا نیز معمولاً دچار خیال پردازی می‌شد. به ویژه چون مادرش خیاط بود و پدرش معمولاً در خانه حضور نداشت. با این حال خیلی زود یاد گرفت که باید به آنچه در اطرافش می‌گذرد توجه بیشتری نشان دهد. در همان حال که برای رسیدن به تکامل درس می‌خواند و مطالعه می‌کرد، در جستجوی فردی بود که محرم اسرارش باشد و بتواند در رویاهای پرماجرایش شریک شود. در 15 سالگی عاشق پسری شد که او را در مراسم هفته مقدس دیده بود. این بار دیگر اشتباه دوران کودکی را تکرار نکرد. آنها با هم حرف زدند، دوست شدند، به سینما رفتند و در همه مراسمی که برگزار میشد کنار یکدیگر بودند. دخترک خیلی زود متوجه شد که عشق همواره با غیبت معشوق عجین است، نه با حضور او. همواره دلش برای معشوق تنگ میشد. هرگاه تنها میماند، ساعتها به حرفهایی میاندیشید که میخواست در دیدار بعدی به او بزند. لحظاتی را که با هم گذرانده بودند به خاطر میآورد و میکوشید کارهای درست و اشتباه خود را بشناسد و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. دلش میخواست دختری با تجربه جلوه کند. نمیخواست آنگونه به حساب آید که عشق نخست را از دست داده. درد و رنج ناشی از این موضوع را به خوبی احساس میکرد. کاملا آمادگی داشت که با همه توان به خاطر آن جوان مبارزه و با او ازدواج کند. به نظرش می رسید که آن جوان فردی مناسب برای ازدواج کردن، بچه آوردن و خانه خریدن در کنار دریا باشد. در این مورد با مادرش مشورت کرد. مادر با لحنی ملتمسانه گفت: هنوز خیلی زود است دخترم. ولی تو در 16 سالگی با پدرم ازدواج کردی. مادر نمیخواست اجبار به ازدواج با همسرش را به دلیل بارداری پیش از موقع برای دخترش توضیح بدهد. بنابراین برای پایان بخشیدن به آن بحث تنها اظهار داشت: آن زمان همه چیز با حالا متفاوت بود. روز بعد عاشق و معشوق به خارج از شهر رفتند تا گردش کنند.
در مورد همه چیز حرف زدند. ماریا از او پرسید که آیا مسافرت را دوست دارد یا نه. ولی جوان پاسخ نداد. نخستین تماس زندگی. شاید آن لحظه را هم در رویا دیده باشد. منظره زیبایی داشت. پرندگان دریایی در فضا بودند، خورشید می درخشید و صدای موسیقی از مسافتی دور به گوش می رسید. ماریا آنچه را که بارها در ذهن تکرار کرده بود بر زبان آورد. جوان خیلی زود خود را کنار کشید. چه شده؟ دیگر نمیخواهی؟ شاید میخواست. حتما میخواست. ولی هیچ دختری حق ندارد اینگونه با پسری حرف بزند. به ویژه اگر قرار باشد همسر آینده او شود. واضح است که چنین حرفهایی میتواند موجب بی‌اعتمادی آن جوان نسبت به ماریا باشد. ماریا ساکت شد. همه چیز را به راحتی میپذیرفت. بنابراین ترجیح داد دیگر حرفی نزند. انگار علاقه جوان کم شده یا از بین رفته بود. دخترک دچار شگفتی شد. فهمید که اتفاقی غیرعادی رخ داده است. می‌ترسید دلیل آن را از جوان بپرسد. تنها دست جوان را گرفت و با هم به شهر بازگشتند. در راه در مورد موضوعات گوناگونی حرف زدند. انگار اتفاقی نیفتاده بود. آن شب ماریا به این دلیل که تصور می‌کرد خاطراتش روزی خوانده خواهد شد و در عین حال می‌دانست رویدادهای ناخوشایندی در شرف وقوع است، از واژه‌های زیبا و نثری روان برای نوشتن استفاده کرد. وقتی با کسی آشنا می‌شویم و به او دل می‌بندیم، احساس می‌کنیم زمین و زمان بر وفق مراد است. همه چیز در غروب امروز اتفاق افتاد. اگر حاصل این رویداد گریبانگیر ما شود، دیگر رابطه‌ای وجود نخواهد داشت. دیگر هیچ خاطره باقی نخواهد ماند. نه پرواز پرندگان دریایی، نه آوای دلپذیر موسیقی از دوردست و نه طعم لبان او. چگونه ممکن است آن همه زیبایی و لطف ناگهان محو شود؟ عمر به تندی می‌گذرد. شتاب زمان به گونه‌ای است که در چند لحظه می‌تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد. روز بعد به سراغ دوستانش رفت تا با آنها حرف بزند. همه می‌دانستند و او را دیده بودند که با همسر آینده‌اش به گردش رفته است. عشق به تنهایی کافی نیست. همه اطرافیان باید انسان را عزیز بدارند. برای کسب محبوبیت لازم است ارتباط نزدیکتری با دوستان برقرار کرد. همه می‌خواستند بدانند بین آنها چه گذشته است. همه کنجکاو بودند و ماریا طعم زبان پسرک را بهترین لحظه آن گردش نامید. یکی از دختران خندید و پرسید: دهانت را باز نکردی؟ احساس ناامیدی وجود دخترک را در بر گرفت. چرا؟ برای زبانش؟ مگر تفاوتی می کند؟ نمیدانم. به نظرم یکی از اصول همین است. خنده های آرام، فضایی که احساس همدردی را القا می کرد و شرم دخترانی که هرگز برایشان خواستگار نیامده بود، ماریا را تحت تاثیر قرار می داد. وانمود کرد به چیزی اهمیت نمی دهد. هرچند در درونش می گریست. ولی او نیز همراه با دیگران خندید. در دل به سینما و فیلم دشنام میداد. در آنجا یاد گرفته بود دستش را بگیرند و سرش را به این طرف و آن طرف بگردانند. نمیخواستم خودم را تسلیم کنم. در عین حال اندیشید: به خوبی دریافتم که مرد زندگی من هستی. در انتظار فرصت بعدی ماند. جوان را تا 3 روز بعد ندید. پس از آن در مراسمی که در باشگاه شهرداری برگزار میشد، او را دست در دست دختر جوانی مشاهده کرد. همون دختری که درباره باز کردن دهانش پرسیده بود. ماریا باز هم وانمود کرد که اهمیتی نمیدهد. آن شب تا دیر وقت زجر شنیدن حرفهای دختران دیگر را در مورد سینما، هنرپیشگان و سایر پسران شهر تحمل کرد و در عین حال
وانمود میکرد که متوجه نگاه‌های دلسوزانه یکی از دختران که همواره او را زیر نظر داشت نیست. وقتی به خانه رسید، دنیای پر از تظاهر او ویران شد و تا صبح روز بعد بدون وقفه گریست. 8 ماه متوالی زجر کشید. به این نتیجه رسیده بود که نه عشق برای او ساخته شده و نه او برای عشق. از همان لحظات به پناه بردن به صومعه و راهبه شدن اندیشید. میخواست همه زندگی خود را وقف عشقی کند که نه زخم میزند و نه داغ بر دل میگذارد. عشق به مسیح. در مدرسه معمولاً در مورد کسانی صحبت میکردند که به عنوان مبلغ مذهبی به آفریقا میرفتند و به ترویج مسیحیت میپرداختند. احساس میکرد زندگی خالی از امید و هیجانش را باید در آنجا بگذراند و راهی برای رسیدن به سعادت بیابد. برای ورود به صومعه لازم بود آمادگی کامل داشته باشد. نخست کمک‌های اولیه را یاد گرفت. آموزگاران میگفتند عده زیادی در آفریقا بر اثر ابتلا به بیماری‌های گوناگون میمیرند. بنابراین آموختن حداقل اصول بهداشتی از ضروریات به شمار می‌آید. آنگاه با اشتیاق وافر اوقات خود را وقف شرکت در کلاس‌های مذهبی کرد. به تدریج احساس می‌کرد یکی از قدیسان دوره جدید است که مأموریت رستگاری انسان‌ها و اصلاح نحوه زندگی جنگل نشینانی همچون ببر و شیر را بر عهده او گذاردند. در 15مین سالگرد تولد تجربه زیادتری در عشق و درک این موضوع که این احساس سرچشمه رنج و عذاب است به دست آورد. در امر دیگری نیز تبحر پیدا کرد و آن شناخت اندام خودش بود. زمانی که هنوز کودکی بیش نبود، در حالی که لباسهایش را بیرون آورده بود، ناگهان پدرش سر رسید و سیلی محکمی به صورتش نواخت، بدون اینکه دلیل آن را توضیح بدهد. دخترک هرگز آن سیلی را فراموش نکرد و یاد گرفت در حضور دیگران نباید این کار را انجام بدهد. تقریباً 6 ماه پس از قطع رابطه با آن جوان، مادرش دیر به خانه آمد و ماریا چون کاری برای انجام دادن نداشت و در تلویزیون هم برنامه جالبی ندید، به جستجوی موهای اضافی در بدنش برآمد تا با قیچی آنها را بزداید. همین امر موجب شد که با اندام خود به تدریج آشنایی پیدا کند. انگار در عرش سیر می‌کرد. اندیشید که برای عاشق شدن نیازی نیست مردی در زندگی او حضور داشته باشد و می‌تواند عاشق خودش شود. با ورود مادر به خانه پژوهش او متوقف شد، ولی چندی بعد به کاوش ادامه داد. ماریا پس از نخستین تجربه نزد دوستانش رفت تا کشف تازه خود را با آنها در میان بگذارد. در عین حال به آنها نگفت که چند ساعت پیش به این نتیجه رسیده است. با شگفتی دریافت که غیر از 2 نفر همه دوستانش به این کشف مهم دست یافتند. در عین حال کسی جرأت نمی‌کرد به این بحث ادامه بدهد. در نتیجه ماریا احساس کرد رهبری آن گروه انقلابی را بر عهده دارد و باید به اعترافات محرمانه آنان گوش دهد و راه‌های گوناگون کشف اندام را بیابد. چندی بعد زندگی مذهبی را کنار گذاشت. در کلیسا به او و دیگران تفهیم می‌کردند که شناخت اندام‌ها گناهی کبیره است و می‌تواند انسان را دچار جنون و یا حتی عقیمی کند. دخترک دیگر نمی‌خواست بر علیه این کشف بزرگ چیزی بشنود. به تدریج اعتماد و اطمینان خود را نسبت به مردان از دست داد و هر لحظه بیشتر متقاعد می‌شد که باید زادگاهش را ترک کند و به کشوری دوردست برود. دوباره دیگر عاشق شد. این بار لااقل نحوه بوسیدن را بلد بود. با این حال رویدادهای دیگری موجب قطع ارتباط با آنها شد. در واقع هر بار احساس می‌کرد مرز زندگی خود را یافته، ناگهان رویدادی غیرمنتظره به وقوع می‌پیوست. سرانجام به این نتیجه رسید که مردان چیزی جز درد، ناراحتی، رنج و ناامیدی برایش به ارمغان نمی‌آورند. زمان به تندی می‌گذشت. بعد از ظهر روزی در پارک شهر زنی را دید که در حال بازی کردن با کودک 2 ساله خود بود.
دوباره به فکر تشکیل خانواده، همسر، فرزند و خانه‌ای در کنار دریا افتاد. ولی می‌دانست که هرگز نباید عاشق شود. یکی از عواملی که عشق و سایر احساسات را خراب می‌کرد، شهوت بود. پایان فصل